eternity later. سلام، به کانال یوتیوب من خوش اومدین. حالتون چطوره؟ امیدوارم که حالتون خوب بوده باشه و روز خوبی داشته بوده باشین. قبل از اینکه این ویدیو رو ببینید حتما سابسکرایب کنین و این ویدیو رو لایکش کنید و زنگوله رو هم بزنید تا اگه دوباره ویدیو گذاشتم حتما بفهمین. گفتم که سابسکرایب کن. بدو. هر الان همتون بالاخره تموم شد. بالاخره تونستم توی اتاق یه خواب راحت داشته باشم. الان میخوام بهتون نشون بدم بیرون اتاق و درون اتاق و توی راه رو و همه جا رو. خلاصه اینکه اگه میخواین این چیزا رو ببینید همراه من باشین. اگه منو تو اینستاگرام دنبال دارین میدونین که من همه وسایلم هنوز نرسیده، چون که بعضی از وسایلمو از خواهرم قرض گرفتم. مثلا تختم الان وجود نداره، فقط یه توشک اونجا و اینکه همین دیگه فقط فعلا. و بقیه وسایلم هنوز نرسیده چون که سفارش دادم و دیرتر سفارش دادم. به هر حال هیچ چیزی نمیتونه استاپ کنه این ولاگو، برای همین من بهتون نشون میدم الان این چیزا رو که درست کردم الان که خونه درست تره. این راه رو در واقع 6 تا اتاق سمت این بر که منم و 6 تا اتاق اینوری و کلا 12 نفریم که از یه آشپزخونه رو چی میگن Few moments later. یه آشپزخونه رو گروهی استفاده میکنیم. یه آشپزخونه تقریبا کوچیکو، برای همین یکم سخته با آشپزی و توالت و حمامش برای خودته، یعنی فقط تو میتونی استفاده کنی. خب بریم بچه‌ها با هم دیگه بیرون رو ببینیم یا هر جایی که شما میخواین ببینین. بچه الان میخوام اینجا رو براتون با یه بشکن تمیز کنم. خب بچه ها مرسی که با من تا آخرین ویدیو بودین. خدافظ.